جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز و محترم، شروع میکنیم از کتاب سوال و جواب فقه مذهبی حنفی. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سوال 26 چنین است: چرا خود پیامبر وحی را نمی نوشت؟ جواب چنین است: چون که آن حضرت امی بودند. سوال 27 چنین است: امی گفته چه کسی را می گویند؟ جواب چنین است: کسی است که سواد نوشتن و خواندن را از کسی ناآموخته باشد، آن را امی می گویند. گرچه آن حضرت علم و دانش را از کسی فرا نگرفته بود، ولی طبق آموزش و لطف خداوند از تمام مخلوقات عالی‌تر بودند و خداوند علمهای بسیار را به ایشان عنایت فرموده بود. سوال 28 چنین است: جبرائیل علیه السلام چه کاره بود؟ جواب چنین است: فرشته است که وحی و امر خداوند را به پیامبران میرساند. سوال 29 چنین است: مسلمان خداوند را چگونه عبادت و بندگی میکند؟ جواب چنین است: نماز میخواند، روزه میدارد، زکات میدهد و حج میکند. سوال 30 چنین است: نماز چیست؟ جواب چنین است: نماز عبادت و روش مخصوص است که آن خداوند را عبادت میکنیم، چگونگی که در قرآن و از احادیث پیامبر اکرم سید عالم صلی الله علیه و سلم به مسلمانان آموزش داده شده است. این بود شنوندگان عزیز 5 سوال و جواب برای شما پیشنهاد کردیم. باقی در امان الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضل.